حاجی میدونی 2 شب دیگه چه اتفاقی میفته؟ نه ها شب چله رو میگی؟ خب آره دیگه فهمیدم. برنامه‌تون چیه؟ برنامه مثل شبای دیگه. چقدر گذاشتید کنار واسه شب یلدا؟ شب یلدا چیزی نذاشتیم کنار، میگم طبق معمول. 5 تومن مثلا بذارید. نه 500 تومن هم نداشتم کنار، حقیقت رو دارم میگم. پسته و فندق و نه پسته و فندق و اینا دیگه قدیمی شد. آره چرا پسته که خب آجیل شب یلدا معمولا معروفه. معروفه، آدم باید بتونه بخره که متاسفانه ما نمیتونیم بخریم، قدرت خرید نداریم. من شکوفه ها هست و نمیدونم گندم و کشمش و نخود و اینا. حالا کاری به خورده خوراک نداریم، همین که دور هم هستیم و از خورده خوراک بهتره. میان بچه ها اونجا؟ بله. حالا خوشبختانه اونا با خودشون میارن.